آن اسرائیل را برای بتپرستی تعقیب میکنند. شاخ را به دهانت بگیر. وی مثل عقاب بر خانه خداوند هجوم خواهد کرد، زیرا که آنها عهد مرا شکستند و بر ضد شریعت من جنایت کردند. آنها سوی من استغاثه خواهند برد: ای خدای من، ما اسرائیل تو را میشناسیم. اسرائیل نیکی را ترک کرده است، پس دشمن ورا تعقیب خواهد کرد. آنها پادشاهان را تعیین کردند ولی نه از جانب من، سروران را تعیین کردند ولی بی رازگی من. از نقره و طلای خود بتها برای خود ساختند تا که به هلاکت دچار شوند. گوساله تو واژگون شده است ای سامریه. غضب من بر آنها علنگه گرفته است تا به کی آنها نمی توانند پاک شوند. زیرا که آن از اسرائیل است و هنرمند آن را ساخته است و آن خدا نیست. زیرا که گوساله سامریه شکسته پاره پاره خواهد شد. از بس که آنها باد را کاشتند، بنابراین تون باد را خواهند دروید. آن را حاصل نیست، خوشه هایش آرد نخواهد داد. اگر دهد هم بیگانه ها آن را خواهند خورد. اسرائیل فرو برده شده است، الحال آنها در میان خلقها مثل ظرف نادرکار می باشند. زیرا که آنها مثل گورخری تنهای نزد اشور رفتند. افرایم به واسطه تحفه ها عاشقان را پیدا کرده است. گرچنده که به خلقها تحفه می دهند، الحال من آنها را جمع خواهم کرد و دیر نگذشته از یوغ پادشاه سروران به لرزه خواهند آمد. زیرا که افرایم قربانگاه های بسیار برای کفارت گناه ساخت، این قربانگاه ها برای او سبب گناه گردید. مهمترین احکام شریعت خود را برای او نوشتم، در نظرش چیزی بیگانه به شما رفت. در خصوص قربانی های سوختنی من باشد بهتر است که ذبح کرده گوشتش را بخورند. خداوند آن را خواهان نیست. بنابراین او گناه آنها را به یاد خواهد آورد و برای معصیتشان جزا خواهد داد. آنها به مصر خواهند برگشت و اسرائیل خالق خود را فراموش کرده قصرها بنا نموده است و یهودا بسیار شهرهای حصاردار ساخته است. ولیکن من به شهرهای وی آتش خواهم فرستاد تا که کوشک‌های ورا بسوزاند.